سلام دوستان عزیز، سلام، خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب من. آرمان صدر هستم. اومدیم پارک نزدیک 13 به در. البته زیاد خبری نیستش، گفتیم که حالا یه تنوعی باشه که یه فضای سرسبزی بچه‌ها بازی میکنن و خوبه. فضاییه که بالاخره خیلی تهران نیستن، رفتن مسافرت. ما هم گفتیم که بیایم اینجا. بچه‌ها بریم سر موضوعی که میخوایم صحبت کنیم. قضیهش چیه؟ میخوایم 7 نکته رو در رابطه با ایجاد ارتباط بگیم. در رابطه با ایجاد ارتباط یعنی اینکه شما وقتی که با یه خانم میخوای بری سر قرار باید چه نکاتی رو رعایت کنی. میخوایم به 7 مورد اشاره کنیم. 7 مورد هستش که اگر شما اینا رو رعایت کنید خیلی راحت میتونید که ارتباط رو بگیرید و این قضیه رو ادامه بدید و اتفاقای خیلی خوبی براتون بیفته. ولی چیزی که هستش، اولین موردی که میخوایم در موردش صحبت کنیم اینه که هر حسی که مثلا شما رفتی سر قرار، نشستی، داری صحبت میکنی، حالا مثلا یه ذره نروس، یه ذره شاید هر حسی که داشته باشی کاملا مستقیم به اون خانوم منتقل میشه. یعنی اگر شما یه ذره مضطرب باشی، استرس داشته باشی، نگران باشی، همه اینا رو سریع اون خانوم از طریق انرژی و وایب و اینا از شما میگیره. پس بهترین چیز اینه که آقا شما ریلکس، اصلا عضلاتو شل کن، خیلی راحت، یه قضیه خیلی عادیه، اتفاق خاصی قرار نیست بیفته. داری آشنا میشی که ان شاءالله یه زندگی خیلی خوب و ردیفی رو بتونی تشکیل بدی و اینا، وارد مراحل بعدی بشی. پس توی همه زمینه‌های زندگی استرس و اضطراب یه پیام، این که داره به شما پیام میده آقا این حرکت رو نکن، یه به اصطلاح داره پیام میده، نشانه است. شما باید از نشانه استفاده کنی برای بهبودی زندگی خودت. بریم سراغ نکته بعدی. بچه مورد دوم کار کردن، فعالیت کردن. این که آقا شما اکتیو باشی، فعالیت داشته باشی تو زندگی، مقصود و پرپس و حالا هر چیزی هستش دنبال یه چیزی باید بدوی دیگه. بالاخره باید این زندگی فیزیکال ما تو جسممون هستیم و اینکه وقتی که بالاخره داریم این بازی رو روی زمین انجام میدیم باید فعالیت داشته باشیم. مثلا شغل مهم نیست، مهم این کاری. آقا شما باید فعال باشی، این که طرف بدونه که مشغول انجام یه کاری هستی که هدف داری، مقصود داری، این که داری دنبال یه چیزی میری که بهش دست پیدا کنی و از طریق همین میتونی به اصطلاح اون نیازهای روزمره تو، چه از لحاظ مالی، چه از به اصطلاح اون نیازها رو از طریق کار کردن بتونی هم برای خودت هم برای پارتنرت، همدمت برطرف کنی. پس این خیلی مهمه که طرف بدونه تو یک چیزی تو زندگی داری که داری به خاطرش صبح از خواب بیدار میشی، حرکت میکنی، فعالیت میکنی و داری تلاش میکنی. این خیلی جذاب هست برای خانم که بدونن که شما این قضیه رو داری و میتونی ساپورتش کنی و اون هم قسمتی از زندگی شما خواهد بود که بتونه هم به شما کمک کنه، هم با هم دیگه تو این قضیه شریک هستید. نکته سوم چیزی که هستش صحبت کردن. چطوری صحبت کردن؟ رفتی سر قرار داری صحبت میکنی، بعد یه دفعه تند صحبت میکنی، یه دفعه یواش، یه دفعه آروم میشه، بلند میشه. نه دیگه اینا به خاطر اینه که این استرس و نگرانی باعث میشه که، یا مثلا فکرای مختلف باعث میشه که آقا تو مثلا هر حرفی و مثلا چی میگن، باید مسلط باشی. طرز بیان کردن، تون صدا، تسلط، اعتماد به نفس، این چیزایی هستش که توی صدا مشخص میشه و شما باید این قضیه رو رعایت کنید تا اون حس هم به اون خانم منتقل بشه. و نکته چهارم اینه که بیشتر سعی کنید اطلاعات بدید، یعنی استیتمنت اخباری صحبت کردن تا اینکه سوال بپرسین که آقا همش بخوای کنجکاو. خب بالاخره یه سری جاها لازمه که تو بخوای در رابطه اون خانم سوال بکنی، ببینی که قضیه چی و بیشتر آشنا شی. ولی بیشتر جملاتت، بیشتر مکالمه باید اخباری باشه، باید در رابطه با حالا زندگی خودت، چیزایی که توی شناخته اول و دوم لازمه که بگی، تا سوال کردن و سوال پیش کردن و اینا که طرف هم با شما بیشتر آشنا بشه و
بتونه راحت‌تر با شما ارتباط برقرار کنه و بدونه که توی زندگی شما تو اون حدی که باید بدونه چی میگذره در اولین دیدارها. نکته پنجم بچه تماس فیزیکیه. تماس فیزیکی یعنی چی آقا؟ شما بالاخره باید این تاچ کردن و لمس کردن رو داشته باشید دیگه. وقتی که حالا توی قرار اول قرار دوم احساس میکنی که این خانم نیاز داره که شما این به اصطلاح مرزها رو رد کنی، به جای اینکه فقط در حد صحبت کردن و کلام باشه، با نزدیکی، با اینکه بخوای لمسش کنی، دستش رو بگیری، مثلا بوسش کنی و کارهای مشابه، فیزیکال کنید. قضیه رو باید فیزیکال کنید، قضیه رو باید به اصطلاح این قضیه رو با احساس انجام بدی که طرف بفهمه که آقا شما این کانکشن فیزیکی رو باهاش دارید که بتونه میونه شما و دیگران یک فرقی بذاری، فقط در حد یک دوست معمولی نباشه. پس این فیزیکال تاچ بسیار مهم هستش. این قضیه رو دقت کنید و بریم سراغ نکته ششم. نکته ششم این هستش که سیگنال‌های قراقاتی بدید بچه‌ها. سیگنال‌های قراقاتی یعنی این که طرف حس کنجکاوی، یه جا مثلا شل میکنی، یه جا صفر میکنی، این چیزی هستش طرف کنجکاو میشه که از همه احساسات شما باخبر بشه، بدونی که شما مثلا فلرت کردن، میگن فلرتید کردن همراه با هیجان و احساس، همراه با تنشن، این که یه جا مثلا همیشه خودتون رو در دسترس نذارید، این که همیشه در دسترس باشی که طرف حالت نیدی بودن و محتاج بودن رو به شما پیدا کنه. این چیه مثلا یه کنجکاو باشه که آقا شما مثلا داری این کار رو به نحو احسن انجام میدی، یعنی هر لحظه امکان داره پاشی بری، هر لحظه امکان داره دوباره برگردی، مثلا یه جاهای شوخی میکنی که ممکنه مثلا این قضیه ادامه پیدا نکنه ولی دوباره برمیگردی. میدونی هیجان، این هیجان، این قضیه فان بودن و اینترتین کردن و سرگرمی ایجاد کردن باعث میشه که از اون یک نواختی در بیاد و طرف بتونه شما رو بیشتر دوست داشته باشه و بخواد دنبالتون راه بیفته. هر جا که بری یه دفعه میبینی طرف مثلا 10 متر از قبل داره دنبالت میاد و کجا. بعد این چیزی که هستش. بعد نکته هفتم بچه، نکته هفتم آخری اینه که اگر توی جمعی هستید، اگر حالا بار اول زیاد سعی نکنید که یک چیز ارزشی به شما داده بشه، سعی کنید ارزش ها رو خودتون بسازید. یعنی اینکه آقا شما اگر توی جمعی هستی با اون خانوم، یا حتی اگر دوتایی هستید، یه سری کسایی هستن که غریبه هستن، برای بار اول داره دوستاشو به شما معرفی میکنه و حتی برای اینکه بعضی جاها سکوت میشه، شما به عنوان یک مرد، به عنوان یک رهبر باید موقعیت رو بگیری توی دستت، باید صحبت کنی، باید اینترتین کنی، باید رهبری کنی که هم به اون خوش بگذره هم به خودت خوش بگذره. اینجوری نباشه که نه تنها فقط توی رابطه های زناشویی و اینکه ارتباطات عاطفی، توی جمعی هم که هستید با دوستای خودتون اگر غریبه هستن و اینا، شما به عنوان یک کسی که ارزش ها رو میدونی باید قضیه رو فان کنی، مثلا با 4 نفر غریبه بری صحبت کنی، صحبت رو باز کنی، آشنایی بدی در رابطه با مسائل مختلف. از کجا معلوم؟ شاید همون آدم، شاید همون خانوم در آینده در بهترین قسمت‌های زندگی شما به دردتون بخوره و این کانکشن و ارتباط رو گسترش بدید. هیچ وقت از این به اصطلاح عقب نشینی نکنید که حالا من نمیشناسم طرف و حالا حال ندارم و خستم و فلان. نه، از همه موقعیت‌های زندگیتون به نحو احسن استفاده کنید و دقیقاً همین لحظه‌های کوچیکه که زندگی ما رو میسازه و به ما ارزش میده. برای اینکه ما در ثانیه‌ها تلاش کردیم، برای هر لحظه تلاش کردیم که بتونیم یک آینده درخشانی رو برای خودمون رقم بزنیم. پس همیشه برید جلو، از هر کسی که خوشتون اومد برید جلو، صحبت کنید، اصلا نترسید. اتفاقای خیلی خوبی میفته، حتی اتفاقاتی که اصلا فکرش هم نمی کنید و با اون کسی هم که اصلا فکرش رو نمی کنید میتونید یه زندگی خیلی خوبی رو تشکیل بدید. دمتون گرم بچه‌ها، با هم دیگه صحبت میکنیم. به اصطلاح اون بیاید کارهای دیگر رو ببینید، در ارتباط باشیم و اینا، سابسکرایب، لایک، کامنت، چیزایی که هستش و همین. دمتون گرم. میریم قسمت‌های بعدی هم با هم دیگه انجام میدیم، ببینیم چطوری میشه. مواظب خودتون باشید بچه‌ها. 13 به درم نزدیک و فعلا قربان شما. مرسی.
خداحافظ.